سلام و درود خدمت شما خوبان نازنین. امیدوارم در هر کجای از این دنیای خاکی تشریف دارید جور و صحتمند باشید. امروز با یک برنامه دیگر خدمتتان هستم و این برنامه در رابطه با صحبت ها و دروغ های آقای مزاری است که در دهه 70 در 2 سال و 8 ماه یعنی حدود 3 سال این دروغ ها را می گفت و مردم را با همین دروغ های چرب و نرمش هزاره های بدبخت گل زد و تباه کرد. حالا گوش کنید به قسمت از این صحبت های آقای مزاری. هیچ جریانی در افغانستان وجود نداشت که با ما شما جنگ نکرده باشه. بعد سنگرهای ما و شما هم در همین غرب کابل خانه به خانه بود. ولی وقتی شما خواستین خدا شما را یاری کرد، همه این مناطق پاک شد و از قندار، از هرات، از تخار، از بدخشان، از هلمند، از همه جا آمدن مرده بودن. ببینی آقای مزاری این صحبتایش یک قسمت از امو آخرین صحبت آقای مزاری که بعد از ذکر طالبان از طرف جنوب و جنوب غرب و غرب کابل در محاصره قرار داده بود. آقای مزاری 2-3 روز گم شده بود. در بین مردم یک آوازه افتاده بود که مزاری فرار کرده از کابل. این آمده بود که این حضور خود در بین مردم نشان بده و با چند تا صحبت احساساتی خواسته که مردم رو باز احساساتش تحریک کنه و خودش میگه هیچ جریان سیاسی نبود که با ما و شما جنگ نکرده باشد. سنگرهای ما و شما میگه خانه در خانه بود. خب این اعتراف به امو پوک بودن خود میکنه، یعنی رهبری که پوچه، رهبری که بدون اندیشه، رهبری که بدون برنامه. خب چرا تو با همه جریان های سیاسی جنگ کردی؟ مگر تو مسئولیت داشتی که باید با همه جنگ کنی؟ خودت اعتراف میکنی هیچ جریان سیاسی میگه نبود که ما جنگ نکرده. چرا تو با همه جنگیدی؟ واقعا همونطور بود. این با حزب اولا با حزب اسلامی درگیر شده بود در غرب کابل، با وجودی که این نوکر حزب اسلامی بود. اما بهترین قماندانای حزب وحدت که حاجی عبدال از اینا بود و آقای یک دیگه از قماندانای نیرو بود که در قسمت سیاخاک مسئولیت داشت. حاجی عبدالی که چکه فروش که معروف بود دیگه، خب از قماندانای بسیار بزرگش بود. امیر با تعداد 30 نفر میگه اینا را در میدان شهر در حال جلسه زدن حزب اسلامی. بعدش با وجودی که اینا را کشتن، آقای مزاری امو غرب کابل و قسمت های فرزن میدان شهر اعلا کرد، چون در اونجا یک غوند چه که یک فرقه از در دوران نجیب که مسئول فرقه آقای جنرال یونس بود، به هزاره ها و حزب وحدت تسلیم شده بود، به شیعه تسلیم شده بود. خویی با وجود از امو تمام فرقه امکانات فرقه را آقای مزاری اعلا کرد برای حزب اسلامی. نمیفهمید نوکر بود. چی عشق و عاشقی داشت با می گلبدین. ما تعجب بکنم که از هر طرفی بخشید برای فاشیسم پشتون، برای گلبدین. خب این آدم میگه خب بر علاوه از او که با اون در مرحله اول جنگ کرد، یعنی با جمعیت جنگ کرد، با سیاف جنگ کرد، فرض مثال با حرکت اسلامی جنگید که حتی با سر خود شروع کرد، میخواست که اکبری از اینا رو بکشه، در 23 سنبله کودتا کرد. خب حال اینجا اعتراف نمیگه هیچ جریان سیاسی نبوده که ما جنگ نکردیم. خود تو چرا جنگیدی؟ این به معنی است که رهبر فرض مثال آگاهی ندارد، رهبر از مسائل سیاسی و امنیتی کشورش هیچ چیز سرش نمیشه. منطق جنگ دیگه هیچ منطق دیگه نداره. منطق فرض مثال سیاسی نداره، منطق دیپلماسی نداره که برو با گروهی بشینه اقلا صحبت کنه و هم جبهه شوه، فرض مثال در یک جبهه مشترک قرار بگیره. این منطق آقای مزاری نداشت. فقط حزب اسلامی با وجودی که خیلی ضربات سخت از حزب اسلامی هم خورد در اون قسمت میدان شهر و اینا، باز می رفت کنار گلبدین. خب این در اینجا اعتراف منه خودش میگه سنگرهای ما و شما خانه در خانه بود. خب رهبری که واقعا تفکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه. من بارها گفتم
چطور ای با کدام منطق سنگرها را در خانه سر خانه مردمی درست کرده بود؟ چرا خانه در خانه تو سنگرهای غرب کابل و فرض مثال سر خانه مردم تو جنگ 2 سال 8 ماه تو در دادی؟ چرا میدان جنگ خانه های هزاره و شیعه کابل تو فرض مثال درست کرده بودی؟ میگه از هر جا آمد مرده پس برد، از قندار، از پنشیر، از هلمند، از پکتیا، از کجا و کجا، از هر جایی که آمد میگه مرده پس مرده خودت هم حتما تو هم اونمو قدر که کشته اقلا 2 برابر تو کشته داده دیگه. خب تو با همه جنگیدی، از خودت چرا نمیگی که باز در اینجا آمده باز مردم رو میگه آره چون خدا با ما بود؟ خدا با تو نبود. خدا تو به خاطر که جنگ از سر خانه های مردم در داده بودی، مردم مجبور شد آمد خب دفاع کرد از سر خانه های خب خدا میگه تو برو جنگ کن که ما با تو هستم. نه حق به هر کسی تو برو فرض مثال اکبری رو ترور کن، میگه ما با تو هستم. هر انسانی که تو بکشی، تو 40,000 انسان هم کشتی، حتما خدا با تو بود دیگه. دهه 60 10,000 جا امکان نداره. خب ادامهش گوش که دوستان این تجربه شده است. ولی ما در اینجا برای شما میگیم که به زور نمیتونه کس این کارو بکنه. اگر کسی بیای خیانت بکنه، خواهیم که از مردم ما امکان داره تاریخ تکرار شد. هیچ بحثی نداره. بله میگه این تجربه شده. بله واقعیتش هم این تجربه شده. هزارها را به زور نتانسته کسی شکست بده در سنگر. وقتی هزارها در یک مسیر فکرش باز شود، اون مسیر دیگه پیش مره. اگر در علم هم همون رقم است، اگر در جنگ باشه هم همون رقم است، اگر فرض مثال در دیانت و هم دیگر پذیری هم هزارها خیلی گذشت داره. در هر مسیر هزارها کم نمیره. ولی خائن اگر خودش میگه اگر کسی خائن پیدا شود بله شما رو میتونه. ببینیم الان خائن کی بوده. شما خوب گوش که صحبت زیره. شما میدونیم در افشار خیانت شد، ضربه دید. شما میدونیم در 23 سنبله توصیه بود، ضربه دید. ببین افشار که تو آدم اله کردی قبل از اینکه تو جنگ کنی، خب تو خیلی زیاد نیرو داشتی در افشار. خب با ملاحظت تو فرض مثال معامله کرده بودی با خیلی کسا، حتی نیروهای خودی حزب وحدت تو برا نمیفهم چقدر آمار داده بودی که بالای 5,000 یا 6,000 نیرو تو نیروی نظامی داشتی. چرا شکست خوردی؟ خب قضیه 23 سنبله رو میگه توطئه بود. یک جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده او رو میگه توطئه بود. ما با حزب اسلامی همدست شدیم. 23 سنبله یک فاجعه بسیار بزرگی در تاریخ شیعه و هزاره که توسط خود هزاره بر هزارها تحمیل شده، برای شیعه تحمیل شده. در 23 سنبله آقای مزاری با گلبدین حکمتیار هم دست شد. میگه توطئه بود. چی توطئه بود؟ کدام توطئه؟ و توطئه که فرضاً تو داشتی که میخواستی انوری را تو به بهانه مهمانی تو ترور کنی که او را انوری اصلا در کابل نبود. خب نیروهای انوری فرضاً در حالت جنگ قرار نداشت. خود توطئه از طرف خودت بود. تو آمدی جنگ را سر شیعه و هزاره تحمیل کردی که در حادثه 23 سنبله عزیز رویش که کمترین آمار رو داده میگه بیش از 8,000 نفر بوده، در حالی که دکترای جهانی و دکترای بدون مرز بین 15 تا 20,000 تلفات داده، آمار تلفات را داده که از شیعه و هزارها تا غرب کابل کشته شده. خب